السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای کامنتاری خوبتان. خداوند از هر یک شما راضی باشد. امروز ویدیوی ما سر میشد از پختن تنوکچه با مزه. حتما برای عائله خودتان تیار کنید. در اینجا به ما لازم است من 1.5 قاشق کلام کفیر یا اینکه سمیتانه، 1 قاشقچه نمک، 50 مل رستتینی مسله، 100 مل آب خنک. همینطور همه‌اش را نغز گگ آمیخته کرده اکنون خمیر میکنیم. و ما لازم است در اینجا به ما لازم است 350 گرم آرد، 350-400 گرم آرد به ما لازم است. نغز گگ این را خمیر کرده. خمیر ما باید سخت گگ باشد. من چطوری که میبینید خمیر باید این طور باشد. خمیر باید این طور سخت گگ باشد. اکنون من این را در مدت 15-20 دقیقه دم میدیم تا دم گرفتن خمیر ما برای نچینکش تیار میکنیم. برای نچینکش باشد به ما لازم است 2 دانه سبزی، 2 دانه پیاز و 2 دانه کارتاشکای کلان گگ و تخمینا 150 گرم گوشت به ما لازم است. این وابسته به اهل عائله خودتان. اگر شما در عائله نفری بسیار باشید این محصولات ها را دوچند کرده میکنید. همه‌اش را نغز گگ این طور به مانند کوبیک ریزه کرده، مایدچ کرده ریزه کرده. بعد میپزیم. اکنون در اینجا برای ما لازم است 150 مل روغن رستنی من رستیدنی مسله به ما لازم است. یکم با گوشت را نغز گگ زیر بانده. میتونم گوشتمای نغز گگ زیر بانده. اکنون من 5-10 دقیقه گوشت را نغز گگ زیر بانده. اکنون به بالای این سبزی میده کرکیامای انداخته نغز گگ میزیر کنیم. در اینجا باشد اکنون سبزی ما تخمینا 10 دقیقه زیر بید. اکنون به بالایش پیاز را همراه میکنیم. من اکنون پیازی ما هم نغز گگ زیر باندیم. اکنون به بالایش کارتاشکا را اضافه میکنیم. کارتاشکی هم نغز گگ زیر بانده تخمینا 5-10 دقیقه میزیر بانیم. اکنون به بالای این من بالگرسکی و پمیداری زیرباندگی خودم یعنی تماتی زیرباندگی من را اضافه کردم، یعنی تمد اضافه کردم. اکنون به بالای 2 قاشقچه نمک.
اکنون این را نازک زیر بانده در علابی پستر میزیربانیم تا اینکه ساچنی بیاد. من اکنون نچینگی مایم تیار شد. این را ما در مدتی نیم ساعت تا 1 ساعت تا سبزی و کارتاشکاهاش پختنه در علابی پست نگاه می‌داریم. من اکنون تا نچینگا ما شدنه ما اکنون من خمیرمان را کشاده و مثل خمیری منتو یعنی میکشاییم. من خمیرمان باید این طور بیاد. من این طور تونوکک بیاد. اکنون ما با مانند دایره شکل همین طور میبریم همش را. من اکنون همش را همین طور دایره شکل بریده تیار کرده ماندم. اکنون من نچینکی ما تیار شد. من چی دوری که میبینید نچینکی خیلی با ماسه میتابد. اکنون ما دایره شکلی کردگیمان را دخترها این طور به سکواراتکا کمتر روغن مالیده بعد یکدام پخته میگیریم. و این شما میتوانید شاورما هم استفاده برید همیشه. این لواش مثل لواش شاورما میشه. و من این طور زیر بانده یکدام زیر بانیم. من اکنون لواشی ما تیار شد. من چی طوری که میبینید لواشی خیلی تونوککی نغز آمد. اکنون این ما 10-15 دقیقه در پلیانکه پیچانده میمانیم تا اینکه شخ نشود. من نچینکی ما دخترها تیار شد. من گرما این را گرفتم. اکنون با لواشا ما پیچانده آماده میکنیم. من اکنون میبینید لواشی ما ملایمکی نغز آمد به درونش نچینکی را مانده. این طور میپیچانیم. حتما برای عائله خودتان تیار کنید. تونوکچی با مزه آمد. رحمت برای دستگیری هاتان. لایک را فراموش نکنید. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. با یار و دوستان پدیلیت کنید تا اینکه دیگران هم از ویدیوهای ما بیخبر نمانند. ویدیوهای جالبتر در پیش است. من همین طور ما پیچانده شدم همیشه. من چی طوری که میبینید تونوکچه ها ما تیار شد. تونوکچه با مزه آمد. حتما آماده کنید. خیر دوستان عزیز، در پناه الله مهربان باشید. خیر تا ویدیوهای آینده. خیر.